سلام و درود، سرگلستر هستم. خوش اومدین به پارت 3 از گیم پلی بازی بلک میس ووکانگ. یه طبق معمول حرف اضاف نمیزنم، بریم سراغ بازی. من نمیفهمم چرا اینا هنوز اونقدر تعجب میکنن که یه میمون داره میاد. خود داداش من کلی دشمن زدم. میناتورو یه چیز تو این مایا. You don't look like a Yaoguai from these parts. Have you come to earn the Black Wind King's favor? Hear me. That bear... یه کلمه از حرفاش هم نمیفهمم. انتظار نشته باشم ترجمه کنم. Don't waste your time on شاید him. زیر نویس بزنم. He lies about Black Wind. I don't know why. Now I'm pressed. قرار نیست I don't know how. آیتمی بدی. بی خاصیت. نماز. چرا هیچ چیز خاصی نچیزد؟ تا خواستم گوامو بخورم هیچ نمیده، درجا آمد یه آیتم داد. آیتم که نه، چیز اصله بلا. آیتماش خیلی عجیبه. الان من با برگ چجور قرار لباس درست کنم؟ دشمنا چرا انگار قایم شدن همیشه؟ دشمنای گرگای عادیش هم که رسما میشه باید پرش باید تک شارژی زد. اوکی، گو خوردم تا آمدم گفتم دشمناشو میشه باید اتک عادی زد. چرا اینقدر دیر داج میده؟ چیه چند تا سیاه مثلا شدن دشمنای خاص بازی، چند تا موجود سیاه نیگر. کاش شاسته ای آیتم های شکل خوشگلتری درست میکردن. خدای خیلی زشته به نظر من این آیتم که نه اون ویلزه چیه، واحد پولی بازیه فکر کنم. خدای کاش شاسته ای شکل قشنگتری درست میکردن. نمیدانم، نظر منه که خیلی هم محترم نیست. خیلی خود دیگه نور راهنما میگه برو اونور، پس کنه لقا اونور. یه دفعه 3 تا آیتم که قرار نیست تا آخر بازی احتمالاً از هیچ کدومشون استفاده کنم. یک عدد انمی از او کلاغاس. اون قضیه که کوزو اینا پول میدن خیلی اصلا غریبه، عجیبه واقعا. چی بودی یه دفعه صدا رو رفتن؟ یه نفرم تازه داره می The fuck is this؟ یه ماره که شاخ داره. اصلا این موجود یه ماره که شاخ داره. حالا واقعا یا من کورم؟ بذارین بهتون بگم این موجود قشنگ ابسولوتلی سینماست. ابسولوتلی سینما، واقعا شاهکاره. چند تا بازی میشناسی که توش مارا شاخ دارن؟ زیاد نیستن تا جایی که من میدونم. NPC بالاخره غیر اون اسب به درد نخور ما یه نقاش داریم. نقاش انتظار که نداره اصلا ترجمه کنم.
I know a way to guide the souls, mend their paths, and set them free. It will aid you. چی خیلی یه دفعه تایتم منو گرفت کوزه گنده ایم داره. Oh, this is better. This gourd, though humble, may save the lost, banish their obsessions, and guide them. بکنم از آپگریده او شخصیت هایی که تبدیل میشیم بهشون. این کل چیزی که فهمیدم فکر کنم. For one is destined, we are like tumbleweed. Fair sights fade, but within the road has clay. Your heart will guide you further. We shall meet again. اوکی Fair sights fade. The فکر کنم road دیگه has رسیده claimed تکه. you. اوکی الان قراره وارد فاز سکیرو شیم و با 1000 پاها بجنگیم، درسته؟ چرا که نه. میدونم باید از اینجا برم، یعنی میدونم این راه کوتاه‌تر دارم، ولی توی راه کوتاه‌تر یعنی دشمن کمتر فکر کنم. بنابراین دقیقش فکر کنم این راه فرعیه. بنابراین همیشه اول راه فرعی رو برین، چون راه اصلی رو که رفتین شاید دفعه افتادین توی موقعیتی که نتونین برگردین و راه فرعی رو برین. این پیام من به شماست، به عنوان کسی که نصف عمرش مثل اسکولاس سولز بازی کرده. و بله بنده خیلی وقت به چمن دست نزدم، تا الان با دختر حرف نزدم و البته این مشخص وایسا این گیم عالیه. یه قورباغه با شکمش به من داره دمیج میده و بعدش کون میزنه به absolutely cinema. این گوزوی لاچیه. چند تا بازی رو میشناسون که با صدای قورقور قورباغه بتونن واسهتون یه آهنگ شاهکار درست کنن. ها شاید هم پیدا چیز ارتقا داد پیر مرده. وقتی میره عقب یعنی میخواد یه حمله با رنج زیاد کنه دیگه. طرف رسما پاندای کنفوکاره، با این فرق که پاندا نیست و قورباغه است. اصلا تزئیناتش طراحیش هم جوریه که انگار اونجوره. آی این ضربه میزنه یادش یارو دشمنای دل سیرکای چیز میفتم، لایز آف پی. دشمنای بود یه چیز بودن، دلقک های سیرک بودن. اونا هم یه ضربه داشتن قشنگ کمین میرفتن عقب با شکمشان ضربه میزدن بود. چقدر رو مخ بود، چقدر از اونا من باختم در سگ. خاطری اونا رو آوردی که دشتشم.
اوه یادم رفته بود این کار از این کارا نداریم. خواستم سپرم رو بالا پایین کنم. ای وایستا نکنه بعد اینو میداشتم بعدش اونو میکشتم. الان اونو از دست دادم. سوال بنده این است ایول یه قار اینجاست که انگار اونجاش یه آیتمیه ولی ما نمیتونیم بریم. ابسولوتلی سینما. اصلا بازی هم میکنی که باید هر دقیقه اینجور کلیک کنی که اینجا همچه شبیه مسیر فرعی نیست خیلی. خیلی خواه همین آدم میریم. همیشه راه بازگشتی هست. هی 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 هی. خب اینجا هیچ آیتم یعنی یارو فقط همینجور ماست مانده بود اینجا که اگه ما بر فرض مثال یعنی به طور اتفاقی اومدیم اینجا این باشه و وایسه و تلاش کنه ما رو بکشه مثلا که با 2 ضربم میمیرن. شبیه ما نیست. چرا اسمشو گذاشتن مشروم کله قارچ کله ماری؟ پاشو پاشو استقبال. اه شاید بخاطر این بهش میگن مارش. آها اوکی قانع کننده بود که چرا بهش میگن مشروم کله قارچی. چون که یه موجود هست که کله قارچ داره و کلش یعنی کله مارمانند داره دوتا و چه گوی دارم مخورم. دیدینش دیگه همون داستان دارن مثلا دشمن ها. میرین چجور منظورم مثلا یه داستان مخصوص به خودشون دشمن ها داشته باشن اینجور چیزی دارن. اوه نو اوه نو اوی بذارین راستتون بهتون بگم. فکر کنم همونطور که اینین شما یه محیط خیلی باز دارین. اینجا یه مجسمه گنده از یه نفر و یه آتیش راهنما و تنها مسیر و برگم داره میریزه. ایول هیچ درختی هم اینجا نیست و وقتی میرین دوربین زوم آوت میشه. اوه چه سپرایزی. Please pass this message to my master. Searching for deity, mortals do aspire. Craving immortality, Yao Guais surely will conspire. ای باز شروع شد. بویس وایسا تا از ناشی ازت متنفرم. وای قسمم تا اینجا رفته تون گفتم ادبم عوض کنم ریده هیکلم تمام شد. من رفته تون شاید باید به یکیشان دمیج بدم. نه باید دمیج بهشون بدم. اوی اوکی این بار میخوام با احتیاط تمام باش مبارزه کنم. کامل سر سب. تا همینه گفتم خونم گذاشت. آخه چه ترسوی موقع مبارزه یه دفعه یار خودمونم
بذار میخوام با حرکت نمایشی مورد علاقم بزنمش. داداش دیگه بذار. کردم تو خونش. بره گاه نخور مستر، مطمئنم به چپش هم نیست. چه قضیه این چیزا ناق ترسیدم این ثانیه بیناموس. چه قضیه این ناق، چه قضیه ناقصا توف صدام. I have an ominous feeling. After the bell rang, it seems as though the resentment in the depths of the mountain has grown. But forget it. Overthinking won't help. Your presence has already made up. مایتای بازی بذاریم بتونیم به من این ماره انگاری کم فرق داره. اون احیانان همون میمونه نیست. These snake guys are nothing. Snake gall steeped in drink, though, makes a fine tonic. چجوری اینجا رو تا اینجا آمده؟ Here, young friend. ایوه. Be my guest inside. اوه لونش چه سریع هم آمد، دراز کشید گوشات. ولی مناظر بازی شاهکار محض خدایی. محیط، طبیعت خیلی خوب. بازی حرکت گوه زد. شونی که من الان باش مبارزه کردم مینی باس نبود، باس فایت بود دیگه. Hailed bird, what dimmed your shine? Past's grip beyond our grasp, the future we may still clasp. وایسا. Late is the hour, young one, in which you choose to stain my tranquil abode. Pray tell, الان مثلا من اینو شکست بدم. Yet it engulfs all the power of water. Can you دو نفر انقدر آوا اوکی گو خوردم. اصلا مگه میشه با محیط باز فایت به این گندگی من باز گیر کنم؟ آره رسما منتظر وایساد من حرکت کنم، به مدت یه رو وایساد تا من شروع کنم به شارژ تا بعدش دمیجش بزنم. and bliss summoned by deeds? Still. You're not going back home. You're not going back home. وای جونم ندارم.
چون تقصیر خودم بود، اگر نمیشه زده ریدم. چقدر باس فایت داره بازی، هر دو قدم یه باس فایت انداخته فکر کنم. پدر سگ. You have forced my hand. Now you shall face what I truly am. با چی مردم ما؟ Will not guide you far, imposter. خب پس فاز 2 دارم. من اینجور توی فاز 1 زاییدم. میخنده بری خنده. دمیجش کمتر از چیزی بود که انتظار داشتم. یه ضرب اوف دهنتو گاییدم. الان از شانس من فاز 3 دارم. فاز 2 خیلی راحت تر از فاز 1 بود. I'm merely my brother's eyes and ears. I feign my loyalty to guard this path on the bear's order. Your destiny's bleak and stark. In its grip, we share the mark. تو یه نفر پشت سرت The نگاه Guanyin نکنی. temple now lies in cinders, yet the elder soul endures. خدا رو شکر بکنم دارم میمیرم. Stirs the stem of suffering, آه خدا رو شکر مرد. better to forget the thing you truly seek. خیلی ممنون که ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. امیدوارم از دیدن ویدیو لذت برده باشین. اگه خوشتون اومد بی زحمت لایک و سابسکرایب کنین تا ویدیوی بعدی. خدا